توی این ویدیو دوستان عزیز میخوام دنیای حیوانات نهنگ قاتل بهتون معرفی کنم که هوش بالایی داره. این حیوان علاوه بر که قاتل حرفه‌ای است به هیچی رحم نمیکنه. میبینید این دلفین بنده خدا رو هم گرفته به بازی کردن، دوست داره از شکارش هم لذت هم ببره. با اینکه الان میتونه به راحتی این دلفین رو بگیره، قصد داره یه مقدارم حالت تفریح هم داشته باشه. عجب اباحتی هم داره ولی چقدر خوشگله. خب با دومش یه ضربه بهش میزنه، کلا گیجش کرد. نگاه کن اصلا دلفین الان میتونست بخوردش ولی این کارو نکرد. ولی یه خسته بشه این کارش رو انجام کنی الان میکردش. گرفتش دیگه تمام گوشه لط میشه. حالا بریم اینجا نگاه کنیم، حتی تو قفس هم این از یک نواختی خسته شده، میخواد یه ماهی بهش دادن نخورده، گذاشته اینجا، میاد میذاره جلوی این پرنده ها که پرنده ها رو شکار کنه. بریم ببینیم چیکار میکنه. خیلی هوش خوبی داره. خب دمش گرم، غذاش امروز عوض کرد دیگه، مرغ داره امروز به جای ماهی.